استاد لبه یک بیت از حافظ. تنها یک بیت. بله. حضرت حافظ میگن که نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست. سلیمان با چنین حشمت نظرها بود با مورش. یعنی اینکه وقتی که یک نفر به محبت نیاز دارد، یک نفر به دستگیری نیاز دارد، تا هرچند بزرگ هم باشی اگر کمکی هم کنی از بزرگی تو کمی نمیشه. به مانند آن که حضرت سلیمان با همه قدر شکوه و شهامت و با همه قدر پهنای داشته هایشان حتی غم یک مور را خوردند که وقتی به بلقیس نامه می نوشتن مکتوب میکردن، یک مور شنید که سلیمان لشکر میکشد و به دیگر مورها خطاب کرد که به خانه‌های خود درآیید تا اینکه از لشکر حضرت سلیمان امین باشید. و این سخنی او را حضرت سلیمان شنیدن یک تبسم میکردن که نخواه ما چون بیرحم باشیم که مور و مثلا همین زنبورها هم از ما آزار ببینه. به همین خاطر من فکر میکنم یکی از رسالت‌های اصلی انسان و انسان بودن این همه وقت در پهلوی همدیگر بودن است که حضرت حافظ بسیار بلند و زیبا گفتن. نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست. سلیمان با چنین حشمت نظرها بود با مورش.